سلام علیکم بینندگان عزیز. امروز 13 مارت سال 2026 اینجا شهر سمرقند من این مجسمه اسلام کریم آرام گذر ای ره گذر بر این مکان بار نگر ما می رویم نزد خدا آرامگاه است جای ما. من بینید همه آدم در کدام وظیفه نباشند البته عمر انسان یک مهلت معین به داده شدگی این دنیا را پدرود میگن میرن و نام نیک آنها میماند. من امروز اگر ما واقعه های بین الخلقی بینیم اگر جناب ترامپ همه جای ویران کرد جنگ انداخت البته به هم روزهای نزدیک میبرد خیرباد میگود لیکن نام نیکش نمیماند چون که نام بد میماند. برای همین آدم‌ها توانند باید که یک جای آباد کنند پیشروی کنند رفت و آمد شود صلح در تمام جهان پایدار شود. من برای همین کوشش کنید تا که هیچ وقت فکرهای ویران در سر شما پیدا نشود یعنی فکرهای جنگ کردن یا جای ویران کردن بدی و بدبینی و بخیلی کردن باید در سر شما جایگیر نباشد. من اینجا کبوترهای صلح با فکرم. این کبوترهای شما کبوترهای صلح می کبوترهای صلح می گپ میزنم می من این کبوترهای بینید تو هم پینجی کیسیه دنگلوشو نازم بینی که من از ناحیه عینی از تاجیکستان دکتر طاهری یک خودتون معرفی کنید دو دهان گپ زنید. خیلی کریموف مالی تلفن کن گپ میزنیم یک تا odam olmadan. خیلی من önce peşik ne heykeli Karim för Registan burumda. خیلی من burumda gelmişim. بیا amca بیا گپ میزنیم. شما اینجا چیکار میکنید؟ عکس بردار هستید؟ نه عکس بردار برادری ما هست. حاضر اینا دو زن از عکسش گرفتن. حاضر همون با رفتم من یک پس نگاه کنم تا التماس کردن. این کبوترها هم از شما می؟ کبوتر از همین برادرم. برادرتون. این کبوترها رام کردگی گپ میزنن کبوترها. یاد تیت گپ میزنن ما یاد دادن نتونستیم. زبانشو یابید ده. زبانی مرفا. من دکتر طاهری. دکتری چی؟ دکتری عمومی. من بهترین عنوان جهان گرفتگی من قهرمان خلق داغستان اکادمیک روسیه. ما برنامه ساخته که چطور آدم ها باید 100 سال عمر بینن بیمار نشن اینا آموزاندن نکن. من همین کبوترم خیلی قطعش مارک کنید صحبتون چی؟ تراپیست خیرورگ؟ من دکتری عمومی من تقسیم نمی کنم فقط طب هست خیلی که سینا گفتگی هست علمی طب سه شاخه دارد تیغ سخن گیاه. من جراح نیستم لیکن دیگه تمام بیمارای یاد میتیم من آموزش میتیم خود بیمار خودش نظم میکنه برای که این تصویری که آدما میگن منم دیچنی میکنید اون تماما نادر هست. هر یک انسان خودش ثوابت میکنه در آزمون در دست خودش در دست خدا در دست طبیعت. برای همین ما 21-22 در همین شهر سمرقند کنگرس بین الخلقی میگذاریم. از ما حاکم مکتوب دادم اپریل بهان تولار کلام با زیاده 1000 تا آدم جمع میشن. بهترین طبیب‌های جهان دوام 2 ساعت هر کدومش 10-20 دقیقه طرز حیات سالم متدای خودش اختراع کردگی مردم فهمانده میتید. این خدمت ما برای مردم شهر سمرقند و بخارا تاجیکستان و ازبکستان اعلام میرد دفعه نیتلا میفهمید مرحمت آمده اشتراک کنید سلامت و سربلند این نبایده میشید می؟ زلی کلام کجا بداره تو؟ زلی شهر و زلی کلام نو ساخته گیده؟ همون زلی کلام کجا باشد همونجا میشد. 10 کیلومتر از پیش. سلامت باشید 100 سال